اگه جواب گفتی این موبایل از خودت میباشه. نه کمالی از قرآن نو چیز موبایل او مای گاد. نام یک صحابی را میگیرم نام پدرش بگو. صحیح است؟ عثمان ابن عفان. نشد؟ نه. خب قرآن با کدام حرف شروع میشه با کدام ختم میشه؟ نشه. تشکر مزامل از نام یک صحابه رو میگیریم نام پدرش بگو. صحیح است؟ صحابه کرام است. خب عثمان ابن عفان. عثمان ابن عفان عفان. آفرین ماشاءالله آفرین. یک قدم نزدیکتر شد. نه با بردش. قرآن با کدام حرف شروع میشه با کدام ختم میشه؟ قرآن با کدام حرف شروع میشه؟ با قاف شروع میشه با نون ختم میشه. نه کریم میم. نه آدم از او واژه قرآن نیست. خودش که باز میکنی. نه خود قرآن کجا شروعش خب بسم الله الرحمن الرحیم از نه شروعش یک دقیقه نه الف لام می باشه ختمش سوره است به نام اما یتساءلون. شروعش از الف لام ختمش به اما یتساءلون. اینال کدام حرف است؟ حرفایشون بگویم خب 20 تا سوال شد لالا بله. نه گفت قرآن با کدام حرف شروع میشه؟ جان اینا باید جواب. قرآن با کدام حرف شروع میشه؟ او دیگه معلومات که دادی. قاف شروع میشه با چی؟ میم ختم میشه قرآن کریم. بسیار ببخشید اگه غلط کردیم. خب غلط. چرا غلط؟ قرآن با ب شروع میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. نه با سین ختم میشه. من الجنة والناس. الناس خدا یارت. منم یک صحابی رو میگیرم تو نام پدرش بگو. تو بگی باز کوشش میکنی. عثمان ابن عفان. حزیر. یک فکر دیگه کن. نشد والا. خب قرآن با کدام حرف شروع میشه با کدام ختم؟ با قاف شروع میشه برای ختم میشه. برای ختم میشه. نه منظورم که قرآن که باز میکنه. الحمد ختم میشه. کتی سوره آخر چی است؟ نشد والا. اسم یک صحابه رو میگیرم نام پدرش بگو. شاید بتونم یک شاید نه. عثمان ابن عفان. نفهمیده میشه. خب قرآن با کدام حرف شروع میشه با کدام ختم میشه؟ با قاف شروع میشه با نون ختم. با قاف شروع با نون ختم؟ چطور یعنی؟ خب کلمه قرآن. نه خود قرآن. نه یار است کلمه قرآن نه. خود قرآن که باز میگین با کدام حرف شروع میشه با کدام ختم؟ با الف شروع میشه. خب با یا ختم. تشکر. من نام یک صحابه رو میگیرم تو نام پدرش بگو. صحیح است؟ عثمان ابن عفان. عفان دیگه عثمان دیگه. ماشاءالله آفرین عفان دیگه. ولی یک لالا دیگه رو پسند کردم میگه حالا نمیفهم. نه دیگه خوب بسیار ساده است. خب شما خودتون میگین نمیشه. ماشاءالله. سوال دوم قرآن با کدام حرف شروع میشه با کدام ختم میشه؟ قرآن کریم با قاف شروع میشه و نون خلاص میشه و آیت اولی که نازل شده اقرا و آیت آخری که نازل شده با الف شروع میشه. خب با کدام حرف ختم میشه؟ نه نشد.